سلام عزیزم. الان وقتیه برای ارتباط با درونت. برای اعتماد به هدایت الهی بشین یا دراز بکش و اجازه بده بدنت رها بشه. چند نفس عمیق. دم، بازدم. دم، بازدم. همه چیز آرومه و تو در امنیتی. الان در حضور نیرویی هستی که فقط عشق و آرامش و خیر مطلقه. اینایی رو که میگم آروم تو ذهن خودت تکرار کن. من به هدایت الهی اعتماد دارم. کار من اکنون با عشق به سوی من می آید. من اجازه می دهم خیر بیاید. شغل من را پیدا می کند. من شایسته کار دلخواه و درآمد عالی هستم. خدای غنی تأمین کننده من است. در آرامش من قدرت خداوند عمل می کند. من در فرکانس فراوانی و عشق هستم. همینطور که چشمات بسته است تصور کن وارد فضایی شدی که محل کار دلخواهته. همه چیز روشن و آرومه. آدمایی کنارت هستن که با مهربونی بهت لبخند میزنن. تو احساس مفید بودن و رضایت داری. صدای خنده ها، همکاری ها و حس اعتماد جاریه. تو در این فضا شکوفا میشی. درآمدت خوبه، حس آزادی و امنیت داری و مهمتر از همه احساس آرامشه. حالا آماده ای تا به زندگی برگردی، اما با یک حس جدید. با لبخند این جمله رو توی دلت زمزمه کن. همه چیز به وقت الهی به بهترین شکل برای من اتفاق میفته. آروم باش، اعتماد کن و منتظر معجزه‌های کوچیک و بزرگ باش.